بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا خداوند یکتا را و درود و صلوات بی پایان بر حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. سپس سلام سنت الاسلام به هر یک شما بینندگان بسیار گرامی قدر شبکه نجم تیوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک اولین نوار بعد از ماه شریف رمضان و عید سعید فطر بهر شما تقدیم میکنیم. امیدوارم که این ماه مبارک را پرثمر و این ایام سعید فطر را خوب گذرانیده اید. امروز میخواهم در یکی از موضوعهای بسیار مهم صحبت کرده باشم. موضوع امروزی ما و شما استوار بودن بر طاعت و عبادت خداوند بعد از ماه شریف رمضان. شاید اکثریت بعد از سپری شدن ماه شریف رمضان احوال آنها تغییر یابد. متاسفانه آن مسجدهایی که پر از نمازگزاران بودند، آن طاعت و عبادتی که در ماه شریف رمضان میکردیم و آن تلاوت قرآنی که در ماه شریف رمضان میکردیم، شاید بعضی نفرها حتی اکثریت حالت آنها بعد از عید تغییر می‌یابد و این بسیار خطرناک است. خداوند در قرآن کریم یک مثال می‌بیارد برای ما و شما. الله حق سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 92 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. یعنی خداوند می‌فرماید شما مانند آن زن نادان مباشید که رشته ریسمان پشمین خود را بعد از بافتن باز کشاد. خداوند در این آیه مبارکه برای ما و شما مثال می‌بیارد. مثال چنین است که یک زن زحمت میکشد، قوه خود را صرف میکند، با ریسمان با رشته یک چیزی را میبافد، بعد آنی که به انجام میرساند کارش را، اینقدر زحمت کشیده اش را از نو ویران میکند و آن چیزی که بافته بود آماده کرده بود ویران میکشاید. مانند همین است نفری که در ماه شریف رمضان زحمت میکشد، طاعت و عبادت خداوند میکند، تلاوت قرآن میکند، اما متاسفانه بعد از رمضان آن همه زحمت‌های خود را برباد میکند. این بسیار حالت خطرناک است. مانند یک نفری است که خانه را بنا میکند، وقتی خانه اش قریب به نزدیکی بود شدن میرسد خانه را از نو ویران میکند. و خداوند باز در یک آیه دیگر ما و شما را یادرس نموده میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. یعنی خداوند در سوره صف آیه 5 چنین میفرماید: و چون آنان منحرف شدند، یعنی دیگرگون شدند، الله دلهای آنها را منحرف ساخت و الله تعالی قوم نافرمان را هدایت نمی کند. بله، این بسیار خطرناک است. وقتی انسان هر آن عملی که می کند از برای الله باشد بردوام می شود، اما از برای مخصوص ماه رمضان باشد، بعد از سپری گشتن رمضان آن طاعت و عبادت و آن کوشش و غیرتی که می کرد همه به آخر می رسد. و یکی از تعلیمات قرآن این است که الله می گوید: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو در عبادت خداوند استوار باش، تو خداوند را عبادت کن تا آن دمی که مرگ به تو می آید. تا دم مرگ خداوند را در عبادت خداوند استوار باش. و یکی از محبوب ترین، دوست داشته ترین عملها به خداوند آن عمل است که بردوام باشد. در حدیث صحیحی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند:
احب الاعمال الى الله تعالی ادومها و ان قل. محبوب ترین عمل به الله سبحانه و تعالی آن عملی که بر دوام است گرچه کم هم باشد. برای همین یکی از صحابه بزرگ سفیان ابن عبدالله ثقفی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آیند و می پرسند یا رسول الله شما به من در اسلام یک سخنی گویید که من دیگر از کسی بعد از شما چیزی نپرسم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند قل آمنت بالله ثم استقم. بگو ای عبدالله بگو من به خدا ایمان آوردم، ثم استقم سپس بر ایمان خود استوار باش، پایبند باش بر ایمان خود. واقعا بسیار عیب است انسانی که هر سال در ماه شریف رمضان یک کمی طاعت و عبادت میکند اما بعد از ماه شریف رمضان دیگر کنده می شود، از در مسجد کنده می شود، قرآن ها را دیگر طول یک سال در رفع ها می ماند. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین دعا می کردند اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا در روایت دیگر ثبت قلبی علی طاعتک. یعنی می گفتند بار الها پروردگارا تو برگرداننده دلها هستی، دل مرا بر دین خود، دل مرا بر طاعت خود ثابت و استوار بگردان. برادران و خواهران عزیز، دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را بر طاعت و عبادت خود استوار گرداند و قلب ما و شما همیشه معلق به یاد الله سبحانه و تعالی باشد و این دعایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است چنانه که گفتیم همیشه ورد زبان ما و شما باشد در نمازهایمان و بعد از نمازهایمان و همیشه در دعاهایمان. فراموش نکنیم بگوییم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک. ای برگرداننده دلها، دلهای ما را بر دین خود و بر طاعت خود استوار و پایبند بگردان.